شوش یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان با سابقه حدود 7000 سال تو استان خوزستانه. در روزگاران دور پایتخت تمدن ایلام بوده و به خاطر جایگاه ویژه‌اش انبوهی از گزارش‌ها و آثار باستانی توش کشف شده. از جمله مهمترین یادگارهای این شهر کهن زیگورات چغا زنبیله، سازه شگفت‌انگیز مربوط به حدود 1250 پیش از میلاد که با میلیون‌ها آجر ساخته شده و در بیشتر اون آجرها نام سازندگان حکاکی شده. اونقدر مهمه که به عنوان تنها زیگورات 2 طبقه باقی مونده از دوره ایلام شناخته میشه. علاوه بر این، کاخ داریوش تو شوش رو داریم که با آجرهای لعابدار رنگارنگ تزیین شده و بعدتر الگوی معماری تخت جمشید شد. جالب‌ترین که لوح حماسه گیلگمش که یکی از قدیمی ترین داستان‌های سرب شده جهانه تو همین شوش پیدا شد. نشون میده که این شهر نه تنها مرکز سیاسی و مذهبی بلکه کانون دانش و ادبیات باستانی هم بوده. امروز شوش به عنوان میراث جهانی یونسکو گنجینه ارزشمند از تاریخ بیمانند ایران باستان رو تو خودش جای داده و همچنان رازهای ناشناخته‌ای بر بازناشناسا داره.